در ناحیه کوشانیان معرکه نیولشینانی و کبودیزارکنی جریان تازه داشته، مردم سرجمانه به حشر برآمده در کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی سهم خود را می‌گذارند. از صبح بروقت ساکنان جماعت شهرکی به نام اسماعیل سامانی و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها اداره کارخانه‌ها به حشر برآمده، قطقط راه‌ها و نزد بیناهای نوبنیاد که در جشن‌های در پیش ایستاده به استفاده قرار داده می‌شوند، گلگشت و خیابان‌ها، میدان پرچم و نشان، نرم کردن برخی نهال‌ها و آماده کردن میدانچه‌ها را برای سبزگردانی آماده می‌نمایند. در عقد این ایام خیلی مساعد است بهر شینانیدن نهال و گل و گلبوته‌ها. امروز با اقدام نجیبانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در سمت شینانیدن، پرورش و سبز و خرمگردانی محلی زیست نزد اداره کارخانه، خاصه مؤسسه‌های تعلیمی، گلگشت و خیابان‌ها، قطقط راه‌ها و لب جوی و زمین‌های بیکار خوابیده پای عمل قرار داشته، همه در یک جایگی برای سبز و خرمگردانیدن یک گوشه دیار کوشش به خرج داده ایستادند. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان امروز با حشر دسته‌جمعانه با قشر اهالی ناحیه در شهرهای جماعت مهنت آباد و جماعت شهرک اسماعیل سامانی اقدام گرفتیم که خیلی اکسیای نهالشینانی را به راه ماندیم. زیاده از 1000 بخ ارچه‌های همیشه سبز، گل و گلبوته‌های موسمی در شهرها در حدود ناحیه شینانیده ایستاده. در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نیالهای همیشه سبز، آرایشی، سایه افکن با نقشه گرفتگیم کوشش میکنیم که همخیل اکسی‌ها را هر هفته روزهای شنبه گذرانیم. دستاندرکاران معرکه نهالشینانی و سبز و خرمگردانی گفتند که امروز در مقیاس ناحیه زیاده از صدها عدد نهال ارچه و هزارها بیخ گل‌های رنگارنگ شینانیده می‌شوند که نگاه‌بین آنها به ذمه تشکیلات و مؤسسه‌ها و کمیته حفظ طبیعت ناحیه واگذار گردیده است. در این حشر عمومی خلقی زیاده از 700 نفر ساکنان ناحیه شرکت کرده در کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی، نرم کردن بیخ نهالان، تازه کردن جوی و زهکش‌ها سهم مساعد خود را گذاشته ایستادند. در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد هرچی بیشتر کبودیزارکنی کارهای آبادانی شهرک و دیهات و گلگشت و خیابان‌ها، این چنین وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی در ناحیه کوشانیان، تدبیرهای ثمره بخش روی کار آمده در همه جا کار با جوش و خروش ادامه دارد. اگر در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی طی 400 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار گرفته باشند، این روند ادامه داشته بیش از 300 انشاءات دیگر ساخته می شوند. این بیناها تمام ساحه‌ها را فراگیر بوده در مرکز جماعت شهرک و دیهات و روستاهای دوردست به نقشه گرفته شدند. اکثر آنها از جمله بیناهای ساحه‌های معارف و تندرستی، ورزش و معیشی تا استقبال جشن فرخنده زینه به زینه مورد بهره برداری قرار داده می شوند. امروز مرکز مأموری ناحیه سیمای خود را به کلی دیگر کرده زیبای و آبادتر گردیده است. قطقط راه مرکزی ناحیه بیناهای تعینات گوناگون قامت راست کرده به حسن مرکز ناحیه زیبایی دیگر را ضم کردند. بیناهای بلند آشیانه استقامتی، مهمانخانه و طربخانه‌ها، بیمارخانه مرکزی، مغازه و ورزشگاه، بیناهای امانت بانک و قصر فرهنگ، میدان پرچم و نشان، بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، پروکراتوره و معارف، بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان و ده‌ها انشاءات دیگر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در خدمت مردم قرار دارد. موافق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تا استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه بیناهای بلند آشیانه، مغازه‌های مال‌های نیاز مردم و مرکزهای دوزندگی و آموزش کامپیوتر به راه مانده می‌شوند که ساکنان زیادی به جای کار دائمی تامین خواهند گشت. این اقدام نجیب در تمام مقیاس ناحیه ادامه داشته زحمتکشان یک مقصد دارند که جشن‌های در پیش ایستاده را با تحفه‌های ارزنده مهنتی استقبال نمایند. گلیزار حسن زاده، دلیر شریف زاده، نمازعلی ارگشت، اخبار، ناحیه کوشانیان.